های. سلام، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ اگر میبینید اینجا انقدر آشفته بازاره چون همین چند دقیقه پیش کمم بیرون سر صداست، ببخشید. براتون یه ویدیو میکاپ گرفتم. حالا نمیدونم قبل این ویدیو میذارم بعد این ویدیو میذارم، نمیدونم. الان میگم اینجا جمع جور کنم، میخوام بشینم حسابی راجع به ژورنالینگ باهاتون صحبت کنم. در واقع کاری که خودم انجام میدم، چیزی که عادتم و تو زندگیم خیلی تاثیر گذاشته. گفتم چرا نیام به شما بگم، شما انجام بدین، نتیجه بگیرم. کم لوازم آرایشمو جمع کنم، از اینجا میزم رو درست بکنم که با هم دیگه راجبش صحبت کنم. من وسیله‌هامو نشون بدم. این ضد آفتاب الاروه، این درماتیپیکه که میگن اصلا خوب چیز نداره، ضد آفتاب اصلا نیست. اینم که توکوبوه، روی میکاپ و اینا نگاه کن، زنم بکشم. میتونی بکشی روی میکاپ و ضد آفتابتو تمدید کنی و اصلا آرایشتو بلند نمی‌کنی. به نظرم خیلی چیز جالبه. یعنی اینجوریه. من فقط وسیله‌هامو میچپونم که سریع با هم دیگه ژورنالینگ رو شروع کنیم. خب بچه‌ها، این بهتون بگم اصلا ژورنالینگ یعنی چی؟ اولا که ژورنالینگ قانون نداره، روش خاص و مشخصی هم نداره. تو باید توش روش خودتو پیدا کنی. اما یعنی چی؟ ژورنالینگ یعنی تو بیای هر روز احساسات خودتو شروع کنی به نوشتن. اینکه من امروز چه حسی داشتم، بعد بیای راجع به تجربه های خودت بنویسی و کل روزتو در واقع ترک کنی تو همه ابعاد، احساسات، تجربه مثل شکست و پیروزی هایی که تو اون روز داشتی و آرزوهایی که داری، مثلا اون روز چی دلت خواسته، همه اینا رو شروع کنی به نوشتن. من واسه ژورنال کردنم 2 تا دفتر دارم. یه دفتر دارم که کارهای روزانه‌مو می‌نویسم، کلاً اهدافی که میخوام تو سال و ماه بهشون برسم و توی هفته تقسیم بندیشون میکنم. من انقدر معتاد نوشتن شدم انواع دفتر دارم. دفتر دیگه هم دارم، البته تازه میخوام انتخابش کنم، این کار رو شروع بکنم خودمم. از بین اینا که دارم مثلا اینو میخوام. Oh Jesus. واسه معرفیام انقدر دفتر به من فرستادن، قفسم پر دفتر خودم هم میرم میخرم. این یکی از دفترهایی که دارم، میخوام تو شروع بکنم هر روز بنویسم که امروز چه حسی داشتم، امروز چی گذشت، همونه که گفتم احساسات و تجربیاتم رو شروع کنم توش بنوشتم. حالا این کار خوبیش چیه؟ چه نتیجه‌ای داره؟ باعث میشه که شما به خودشناسی بهتر برسید، بهتر خودتون رو بشناسید، بفهمید که چه روزی تو ماه حالتون خوبه، چه روزی تو ماه حالتون بده، چیا باعث میشه شما حالتون بد بشه، چیا شما رو خیلی خوشحال میکنه. واقعا اینا چیزای خیلی مهمیه که شاید تو خودمون نشناسیم.
باور کنید. یعنی فقط توهمشو داشته باشیم که آره من اینجوریم اونجوریم، ولی واقعا اگر میخوای خودتو بشناسی که چطور آدمی هستی باید این کار رو انجام بدی. اصلا هم هیچ قانونی نداره. شروع میکنی به نوشتن امروز چیا شد و اینا. منم میخوام شروع کنم بنویسم. اینم میشینم رو تختم. اول میخواستم با دوربینم چیز کنم، ولی خب ویدیو میکاپ گرفتم شارژش تمام شده. با گوشی دارم این یکی ویدیو رو میگیرم. من امروز بالاخره بعد چند ماه که این کانال رو زدم شروع کردم که خیلی جدی ترش بگیرم و خیلی جدی تر توش فعالیت کنم. اینو می نویسم که دوست دارم چه دستاوردهایی توی این کانال داشته باشم. اولیش اینه که خیلی دوست دارم مانیتایز بشم. این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب هم کنید، کامنت بذارید که من با انگیزه تر ادامه بدم. بعد میتونید انتهاشم بیاین شوک گذاری کنید. یعنی امروز نوشتم چه احساساتی داشتم، چه تجربه هایی داشتم، حالا آخرش بابت اتفاقات خوب روزم شوک گذاری میکنم. خدا رو شکر که من یه دوربین خوب دارم، تونستم ویدیو میکاپ بگیرم، کلی لوازم آرایش دارم، این گوشی رو دارم که وقتی شارژ این تموم شده دوباره ویدیو بگیرم و حتی به طرز شگفت انگیزی هم میتونید اتفاقات به ظاهر بد روزو ازش خوبی هم بکشید بیرون. برای مثال همین دیروز به یکی از دوستان میگفتم اگر الان تو تصادف کردی مایا چه صدایی بود. اگر تو الان تصادف کردی درسته که باید به طرف خسارت پرداخت کنی، خیلی رو مخت رفته، ولی میتونی مثبت هم بهش نگاه کنی که خدا رو شکر من انقدر مثلا شرایطم بهتر شده، لحاظ مالی انقدر پیشرفت کردم که حتی تصادفم کنم یهو به یکی بزنم میتونم خسارتش رو پرداخت کنم. یعنی هر اتفاق بدی هم یه قسمت خوب میتونه توش باشه که ما بابتش شکرگزار باشیم. این کار باعث میشه که خوبی های زندگیمون بیشتر تو چشمون بولد بشه و آدم کمتر دچار افسردگی و فرسودگی بشه و اون انرژی و فرکانسش آدم همیشه بالا نگه داره. من ادامه‌ش هم برم بنویسم. میتونید چیزم بکنید، ادایی هم باشید. چطوری ادایی ژورنالینگ کنید. از این استیکرهای گوگل پگول هم میتونید بچسبونید. مثلا من چی دارم؟ تیکه پاره شده. از اینا که مثلا زده تیر، شهریور، مرداد، اینا اصلا میتونید چی کار کنید؟ برداری دفترتو، بعد اینجا آذر رو بچسبونید، دی، بهمن، بعد مثلا جلوشون بنویسی که تو هر کدوم از این ماها چه هدفی داری. مثلا اینجوری گوگلی کنیش، تزیینش کنید. بعد دیگه دارم کلی از این استیکرهای گوگلی مجبوری هست این که بچسبونید. اینه میتونید از بوکلند بخرید. روزای هفته خیلی گوگلیه. دیدید اینایی که حالت لیست روش داره، مثلا شنبه، یک شنبه، دوشنبه و یا از این تسک نوتا یا از اینا. خب اینا اینه که شما میتونی به عنوان هابیت ترکر ازش استفاده کنی. یه سری عادت هایی که دوست داری تو خودت پرورششون بدی و مثلا یادت میره ولی انجامشون بدی. مثلا اینکه من حتما ویتامینامو بخورم، حتما مثلا به اندازه کافی طول روز آب بخورم،
یه سری چیزایی که من میخوام بهش اضافه کنم، مثلا کمتر اسکرول کنم اینستاگرام و شب زودتر بخوابم، قبل خواب مثلا تو گوشی نباشم، یا مثلا حتما به خودم یادآوری کنم که هر یه ساعت که نشستم پاشم نرمش بکنم. یه سری عادت کوچولو مثلا میدونی اینجور عادت ها رو آدم خیلی یادش میره، یعنی تو ذهنش نمیمونه. مثلا دوست داره فلان کار رو حتما انجام بده ولی انجامش نمیده، ولی با این روش میتونید انجامش بدید. یا مثلا ما بعضی موقع میخوایم یه چیزی رو به دستش بیاریم ولی خیلی هم براش انگیزه داریم تو شروعش، به مرور که میگذره به خاطر حالا چالش های زندگی و اتفاقاتی که میافته یهو یادمون میره دلیل شروعمون چی بود. مثلا من رو اینا علاوه بر این که عادتهایی که دوست دارم تو خودم پرورش بدم بنویسم، مثلا روش می نویسم آقا نگین جان یادته تو چرا یوتیوب رو شروع کردی؟ یادته چرا این رشته رو شروع کردی به خوندن؟ چرا این موضوع پایان نامه رو برداشتی؟ خوبیاش چی بود؟ قراره به چی برسی؟ اول راه چی به تو شوق میداد؟ انگیزه میداد؟ حتما روی می نویسم و میزنمش رو دیوار، میتونی هر روز ببینیش و به یادآوری میشه. کلا نوشتن واسه آدم تعهد ایجاد میکنه، مغز جدی تر میگیره اون موضوع رو تا پیگیریش کنه و جلو ببردش. این از این. بچه ببینید اینا چقدر گوگولیه، ازش آواکادوش کنده شده، آناناس و هندونه نموشه کوچولو آواکادو داره. عاشق چیزای گوگولیه. مرحله بعدی میریم سراغ این که من چطور برنامه ریزی میکنم و تو دفتر برنامه ریزیم چیا مینویسم. براتون فضا رو عارفانه و رمانتیک کنم. واسه ادامه ویدیو همراه من باشین. رمانتیک شد با همین چیزای کوچیک آدم میتونه انرژی بگیره. واقعا زندگی همینه دیگه. به خدا حالا نسوزم وسط این پند و اندرزم، اینه که آدم همین چیزای کوچیک لذت لاله که آدم از همین چیزای کوچیک لذت ببره، از همین شب خوشگل. بعد دیگه بازم شام روشن کنیم براتون، شام قهوه‌ای روشن کنیم. خیلی دوست دارم خودم شام درست کنم، کاری هم ندارم، همین رو توش پر میکنم و این خیلی تموم شده میسوزم. وای بچه های سرش شاید بر شما هم اتفاق افتاده باشه، داغ بود، انگوشتم خورد بهش. این دفتر برنامه ریزی منه. چیزی که توش خیلی دوست داشتم این بود که هم از این استیکرهای گوگولی پگولی داشت از اینا، همین که سکشن بود هر ماه. خب بعد مثلا قشنگ همون فرمی که برنامه ریزی منه، مثلا چجوری اولش اهداف هفتگیه، بعد اولویت بندی هست. دقیقا همون روشیه که من برنامه ریزی میکنم. مثلا من اگر امسال قراره به یه هدفی برسم، تو هر ماه براش چه کاری انجام بدم تا کجا تمامش کنم، هر هفته تا کجا تمامش کنم. اما هیچ وقت به اون هدف آخر ساله فکر نمی کنم، چون آدم وقتی به اون فکر میکنه یه حجم زیادی از کارهایی که باید انجام بده به ذهنش هجوم میاره و آدم دچار فشار و استرس میشه. مثلا همین که اون کار رو براش قدم برداشتم تا آخر هفته براش فلان کار رو کردم کافیه. من اشکالی که تو برنامه ریزیام داشتم این بود که با اعتماد به نفس کل هفته رو می اومدم با خودکار پر میکردم. ولی بچه‌ها حقیقت زندگی اینه که اصلا زندگی قابل پیش بینی نیست. ما از فردامون خبر نداریم. برای اینکه انعطاف برنامه‌تون حفظ بشه، اولا با مداد بنویسید، دوما کل هفته رو شروع نکنید پر کردن و هر دو روز رو با مداد بنویسید، چون
مثلا با خودکار بمونه تو اون روز انجامش ندادی. من خودم اینجوری هم حس بدی میگیرم. میای اینجا رو پر میکنی تا 2 روز رو میتونی ما پیش بینی کنی که چه کارایی انجام بدی. حالا انشالله که مثلا تو اون هفته اتفاق خاصی نمیافته، همه چی طبق روال میره جلو و از اون ورم اون حفظ دیسیپلین خیلی مهمه. یعنی اگه اتفاقی هم نیفتاده خودت مثلا حال نداری ولی باید انجامش بدی. آره خلاصه 2 روز ببرید جلو. یه روزی مشکلی پیش میاد نمیتونی کار بکنی، اشکالی نداره. یه روز فقط 70% برنامه‌تون میتونی ببری جلو، یه روز 50%ش میتونی ببری جلو، یه روز فول انرژی 100% همه رو انجام میدی. این روند کاملا طبیعیه، این که بالا پایین داره. مهم اینه که آدم ادامه بده، تحت هر شرایطی ادامه بده و خودشو تو مسیر نگه داره. من همیشه به بچه ها مشاوره میدم، میگم بچه ها 0 یا 100 نباشید، مهم موندن تو مسیره. اینه که ما تو مسیر بمونیم. امروز وقت نداری 1 ساعت ورزش کنی، 1 ربع ورزش کن. وقت نداری 100 صفحه کتاب بخونی، 2 صفحه بخون. وقت نداری 1 ساعت پادکست گوش بدی، 3 دقیقه گوش بده. تو اون مسیر رشده بمونی، مهم اینه. بعد قسمت مورد علاقه برندش رو نگفتم، دات نوت. الان بیشتر دفترها همینه، قول میدم خیلیاتون هم دیدید این دفتر. قسمت مورد علاقه دیگم تو این بود که گفتم قشنگ بهتون نشون بدم، چون حتما لازم نیست بری پول بدی اینو بخری. یه دفتر ساده هم داشته باشی، میتونی با استیکر و مداد رنگی و ماژیک و اینجور چیزا خودت خوشگلش کنی. که صحبت‌های انگیزشی بود که هر پارتش داشت. مثلا هر ماهو که شروع میکنی The magic in every moment، این کلمات انگیزشی گوگلی. بعد achievements داره، این که من هفته به چیا رسیدم. این باعث میشه که حتما لازم نیست شما برید ناسا یا کوه اورست رو فتح کنید. همین که تو مثلا ببینی به گلت رسیدی، یه مثلا جوونه جدید زده، یا مثلا این هفته به پوستت رسیدی، پوستت بهتر شده، این هفته مثلا به اندازه کافی آب خوردی، پوستت بهتر شده، نمیدونم این هفته 200 گرم کم کردی. اینا همه دستاوردن و میتونی اینجا بنویسیشون. اسلیپ ترکر داره، اگه بخوای خوابتو درست بکنی. آدم وقتی میخواد یه عادتی رو تو زندگیش پرورش بده بهتره بنویساتش. یعنی اگه میخوای خوابتو درست بکنی، این هم اینجا داره. من هیچ وقت ازش استفاده نکردم، یکم شکلش برام عجیب غریبه. یه نمودار داره، ساعتی که خوابیدی با روزای ماه، نقطه ها رو میذاری، بعد میتونی برام وصلشون کنی، شبیه نمودار میشه. آخرش هم یه صفحه خالی داره که من اینجا خریدم می‌نویسم، چیزایی که دوست دارم بخرم. مثلا من این هفته میدونی کلا غیر قابل پیش بینی جلو رفت. من کاری که کرده بودم تو هفته پیش، چیز کردم، استخراج مینی انجام دادم واسه پلازمیدم. بعد قراره ببرمش اودی که ببینم، شاید بعضی نفهمن چی میگم. آره من رشتم سلولهای بنیادی، الان دارم پایان نامه‌مو کار میکنم و حالا یه سری کاری آزمایشگاهی انجام دادم. قرار بود اون نمونه رو ببرم غلظتشو بخونم، ولی مسئولش گفت تهران نیست و یه هفته من به هم ریخت. یعنی طبق برنامه‌م هیچی جلو نرفت. ولی اینجا مهمه که آدم مدیریت داشته باشه رو خودش، انعطاف داشته باشه. گفتم اوکی، من همیشه دنبال یه تایمی بودم که ویدیو یوتیوب ضبط کنم، برسم ادیتش کنم، یکم به پلتفرمایی که دارم برسم، یکم مثلا بیشتر کتاب بخونم. گفتم این هفته طلاییه واسه من که کتابی که دوست دارم رو بخونم. حالا هفته دیگه بهم وقت میده، ادامه کارم میبرم جلو. کتابخونه نیمه شب خیلی کتاب قشنگیه. اگر الان احساس میکنی که از زندگی راضی نیستی، کلی ای کاش داری، ای کاش من اینجوری میکردم، اونطوری زندگی میکردم، کاش فلان تصمیم رو نمیگرفتم، این کتاب خیلی بهت کمک میکنه. داستان یه دختریه که میخواد خودکشی بکنه، اما میره زندگی هایی که میتونست داشته باشه رو زندگی میکنه. یعنی تو دنیای موازی مثلا حرفش اینه که ما همزمان، یه مثال خیلی خوبی زد بهتون چجوری بگم،
میگفت زندگی یه قاب عکسه که تمام احتمالات و زندگی هایی که میتونیم داشته باشیم اینجوری رو هم فشرده شده تو اون قاب عکس است و به اینا میگن دنیای موازی و زندگی هایی که احتمالش بوده ما داشته باشیم با توجه به تصمیماتی که واسه زندگیمون میگیریم. خلاصه داستان زندگی هایی که میره زندگی میکنه توش میگه و خیلی قشنگه. یعنی قرار نیست ما اگر یه تصمیم دیگه میخواستیم واسه زندگیمون بگیریم همه چی قرار بوده گل و بلبل باشه. اصلا بهتون پیشنهاد میدم. خیلی هم زبونش روونه، خیلی آدم میکشونه و میتونی یه هفته تمامش کنی. این از این. امروز هم من 2 تا ویدیو یوتیوب گرفتم. این میکاپی که میبینید و آموزشش رو بهتون دادم. یکم همین ولاگ توره دارم میگیرم، میکسه با ژورنالینگ. خیلی خوشحال میشم حتما نظراتتون رو تو کامنت ها به من بگید. من عاشق فضای یوتیوب هم حس میکنم آدم بیشتر خودشه، خیلی آدم راحت تره، یعنی میتونی قشنگ خود واقعیت باشی. بعد آدم هم خیلی مهربون تره. حتما نظراتتون رو تو کامنت بهم بگید که ببینم حالا چطوری پیش ببرم ویدیوها رو. اگر این سبک رو دوست دارید ادامه بدم. یه تقویمم دارم دیگه، یه تقویمم دارم که گذر عمر رو ببینم. این عمره که میره و هر روزمون رو زندگی کنیم، با تمام وجودمون هر روز زندگی کنیم، لذت ببریم، به فکر این نباشیم که کی چی فکر میکنه، چی قضاوت هم میکنه، دوست داره من مثلا فلانی، دوست داره من چطوری باشم. زندگی خودته، یه بار زندگی میکنی، اصلا فکر این که یکی دیگر راضی کنی نباش، فکر این باش که خودت راضی کنی. خب از منبر بیام پایین. خلاصه که همین تو ویدیوی بعدی میبینمتون. یادتون نره منو سابسکرایب کنید. خداحافظ.